انسان مزرعه خویش است. با آنچه می اندیشیم با آن مبدل می شود. خودم که بر پرتگاه 60 سالگی ایستادم، وقتی گذشته را دوباره مرور می کنم، آنچه هستم خودم مزرعه‌دار آن بودم. قانون دقیق هستی همین است که انسان به اندیشه هایش مبدل می شود. مدنیت دستپخت آگاهی انسانی است. پس هرگاه نامهربانی، شکایت، گله از ما سر میزند، نشانه انعکاس افکار خود ماست که توسط چهره ها و کارکردهای دیگران پس به ما طرف ما منعکس می شود. پس بهتر بکاریم اندیشه های خوب را بپرورانیم. جز شفقت، مهربانی و نیکی هیچ چیز ارزشش را ندارد که آن را در مزرعه اندیشه خود جا بدهیم و پرورش بدهیم. پس یگانه کاری که در برابر یکی ما شما قرار داره عاشق بودن است. عاشق خود، عاشق دیگران و عاشق صاحب همه هستی. فکر می کنم که این روش بتواند دیگرگونی عظیمی را که قلب ما انتظار آمدن آن را داره راهش باز بکنه. عاشق باشیم و عاشق بمانیم.